زیر مفهوم مریخ و مارس چی رو میفهمید؟ مریخ و مارس عموما معلومات ندارم. شما زیر کلمه مارس چی رو میفهمید؟ این چی است اصلا مارس یا مریخ؟ مارس این کلمه است که چیزی میخوردنی شکلاتی با مزه. مارس این سنیکرز بوده. مریخ چی است؟ مریخ مارس؟ بله. مارس همین کوینه پلانت دیگه پلانت. اونجا به اندازه شما امکان زندگی کردن است؟ چی تصور دارید درباره این مارس؟ مریخ و مارس. مریخ میدونم این سیاره هست که گردشش یک حلقه دارد. مارس باشد این رنگش سرخ است. یعنی زمین هم میگن را چونکه وی در همین علوم تصدیق کردن که در همین مارس هم شاید ما هم فهمیدم که حیات وجود داشت. نمیدونم چند میلیون ها قبل شاید ممکن در همین زمین دویم هم حساب نکنه. همین زیر کلمه مارس یا مریخ شما چرا میفهمید؟ بیا بخورم اوشنا هیچ چیزی. مارس که هم پلانت های حساب میشه هم چیزی میخورانه هم حساب میشه. چند معنا دارم. شما گفتید مثلا پلنت است، در آنجا زندگی کرده هم میشود؟ وقتی جاش خدا خودش میدونه با فکر من نه. همین زیر کلمه مارس یا مریخ اگه چی نمیفهمید شما؟ مریخ خودش یک سیاره مثال چی بگم؟ مریخ خودش سیاره است. مارس چی است؟ مارسش نه. سیاره ها عثمانی میباشند که در گرد سیستم آفتاب دور میزنند. در خودی همون پلنت شما اگه معلومات دارید مثلا چه خیلی است؟ داخلش شاید اگه چی دارد؟ داخلش از ماده های بین سیاره‌ای عبارت عقیده هست که آن بین علمان فقط بحث مناظره می‌رود که گویا همین سیاره های سیستم آفتاب از چند غبارها و گازهایی که در مدت میلیون ها سال‌ها در کائنات به یک شکل جمع آمدند، همین سیاره ها از همونها با وجود آمدند. از فیزیک خانواده کمی اندایات است. از همین سیاره می‌بینیم باشد که زحل و دیگه مارس اونجا اگه که آدم زندگی کرده میتونه اگه حیوان زندگی کرده میتونه نه دوای سیاره چکلی با از بعضن معلومات رو دسترس کردیم در سیاره مریخ علما تحقیق کردن که بعد از چند سالهایی که اگر حیات در کره زمین موفق رسد ممکن است که در سیاره مریخ زندگی کردن ممکن است، در سیاره مارس نشده.